دوستان عزیز درود. نشر 200مین برنامه ترانسفر در عمل را با پیشگویی ها آغاز میکنیم. بعد آن که روشن کلوب سومین مراتب پی هم به قول مزه استقلال را گریزاند و خوجند هم تا حال هیچ به خود نمی آید، می توان تخمین زد که این دو تیم نامور فوتبال تاجیک در افزانه ترانسفری نزدیک آمده واقعا هم در بازار بلوا می کنند. بعد آن یک تیم بروسیای دورتموند امید واقعی قهرمانی خویش را که در 12 سال یک مرتبه راست می آید خود زنده به گور کرد، دلخواه بازیگر سالمی که در این تیم برآمد می کند از آن دلخنک خواهد شد. ولی در مورد رفتن گریرو می توان گفت که اینجا دسته خود با بازیگر تمدید شرطنامه نکرد. دفاعگر پرتغالی رافائل گریرو اخیراً بعد 7 سال صف دسته زنبورها را ترک می کند. مخلصان عزیزی بروسیا بعد 7 سال جالب وقت خیر و خوش هم فرا رسید. در دوام 7 سالی که اینجا بودم چیزهای زیادی از این تیم آموختم. همه وقت تلاش می نمودم که در دسته بهترین باشم. آن محبتی را که من و عائله‌ام از جانب شما احساس کردیم هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. اینجا امکانی بازی نمودن با نفران نادری داشتم. این خیربادی وابسته به آن انتظاری هایی که وقتی برآمدن به میدان این ورزشگاه جالب احساس می نمودم مشکل ترین در طول مسند ورزشی من است. باور کنید آن احساسات را که در وقتهای بازیکنی در اینجا از سر گذرانیدم هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. تشکر بروسیا، نوشته است گریرو در سخنهای آخرین خیربادی خویش به جانب مخلصان تیم دورتموندی. در موسم جاری باشد گریروی 29 ساله بهترین پس دهنده گلی بوندسلیگا دانسته شده 12 پاس گلی در 27 بازی دارد. در صف بروسیا و از سال 2016 برآمد نموده با این تیم بازیگر پرتغالی 3 جایزه به دست آورد. 2 مرتبه دارنده جام آلمان گردید و یک بار دیگر سوپر جام آلمان را سال 2019 تاری سر برداشته بود. اینجا میتوان علاوه کرد که بعد قهرمانی از دست رفته در ورزشگاه خودی کدام بازیگری که شرف و ناموس داشته باشد باید به خوبی از دست رود. با از دست دادن چنین امکانیت‌هایی در 12 سال یک مراتب این گروه بازیگران که کدام روز مارکا رویز را گفت مردم تلخ کف میکنند. اگر یادتان باشد زمستان امسال ارسنال و چلسی لندنی از برای مودریک اوکراینی بر زمین جنجال‌های هر روزه بازاری قریب که جنگ جهانی اعلان می‌کردند، ولی بعد گذشت زمان ارسنال خرسند از آن شد که 100 میلیون از جیب نبرآورد و این نفر باشد در ردیف انتونی، ریشارلسون و کوکورلیا شامل تاپ 10 ناموفق ترین گزارش‌های ترانسفری پرمیر لیگ انگلیا از روی فرضیه گول دانسته شد. زیرا بعد از آنکه چلسی با انجام موسم با اشغال زینه 12 نه تنها از اورجام‌ها محروم گردید بلکه دسته‌های به مثال کریستال پلس و فولخم را از خود بالا گذاشت و اینجا البته که بازی دلخراشی چنین بازیگران نوخرید هم سبب شده میتواند. همین طریق از روی فرضیه گول اوکراینی 22 ساله که در اوزانه زمستانه ترانسفری از شختیار اوکراین به چلسی بر عوض 70 جمعی 30 میلیون یورو کوچیده بود، بعد گذراندن 14 بازی و ارسال 2 پرتافتی گلی شامل ناموفق ترین ها گردید. در زینه اولی ناکام ترین های پرمیر لیگ انگلیا باشد ریشارلسون می باشد که از صف اورتون بر عوض 58 میلیون یورو به تیم تاتنهام کوچیده بود و این تیم لندنی هم با انجام موسم به زور خود را در زینه هشتم جای نموده توانست، در حالی که ریشارلسون در دوام 24 بازی تنها 1 گل دارد و خلاص. نفری دومی روی خط مذکور باشد مارکو کورلیا، نفری گزارش کرده از برایتون به چلسی بر عوض 65.3 میلیون یورو بوده. کالوین فیلیپس باشد این بازیگر از لیدز یونایتد به من سیتی بر عوض 49 میلیون یورو گزارش انجام داده بود. میخائیل مودریک در زمستان تعریفی و عین حال تنقیدی باشد در روی خط ترتیب داده گل زینه 4 را اشغال نموده است، در حالی که گزارش جسی لینگارد از منچستر یونایتد با ناتینگهام فارست شامل 5 گانه ناکامترین هاست. مقامدار زینه ششم روی خط مذکور باشد انتونی می باشد، نفری که ماه سپتامبر سال 2022 بر عوض 95 میلیون یورو از صف آیاکس آمستردام با منچستر یونایتد گزارش انجام داده بود. نفرانی جایگزین از زینه هفتم تا دهم باشند متناسباً
ارتور ملو اجاره تماما بی‌معنی از یوونتوس به لیورپول، مهاجرت پرعلمی پیر امریک اوبامیانگ از بارسلونا به چلسی با ارزش 12 میلیون یورو، ترانسفری کالیدو کولیبالی از ناپولی به چلسی با نرخ 38 میلیون و جای عوضکنی داخلی رحیم استرلینگ از منچستر سیتی به چلسی بر عوض 56.2 میلیون یورو دانسته می شوند. اگر دقت کرده باشید، بهر خریداری کل این نفرانی به قول نشریه گول تا حال ناموفق در پریمیر لیگ انگلیا در دوام بازاریابی پیشینی ترانسفری قریب 400 میلیون یورو مصرف شده است و به گفته که 400 میلیون یورو از یک طرف بدون فایده بزرگ به بیگانگان رفته است. من باشم وقتی خریداری ناموفق یک پایافزال حتی روزهای زیاد به دپرس بزرگ گرفتار می شوم. آفرین این نفران که 400 میلیون یورو به هوا می پاشند و باز پروای ندارند. خیلی از جانب دیگر پولشان بسیار شده است که چنین کارها را می کنند. ارسنال لندن باشد چند پیش از تمدیدکنی شرطنامه کاری با بوکایو ساکا به همگان اعلان نمود. ساکا شرطنامه نوی 4 ساله با ارسنال امضا کرد و این شرطنامه هم تا تابستان سال 2027 عمل خواهد کرد. شرطنامه قبلی این بازیگر پراستعداد منتخب انگلیا باشد آخری موسم نوبتی پایان می‌یافت، ولی با ترس از دست ندادن این بازیگر نادر توپچیان تستکاری کرده در رو برای ساکا شرطنامه نوین هم پیشنهاد نمودند. فوتبال بازی 21 ساله در مسیر 2 موسم اخیر یکی از بازیگران مهم دسته آرتتا دانسته شده با 14 گل و 11 پرتافت گلی در صف ارسنال یکی از مهمترین بازیگران البته که دانسته می شود. بهر برآمده موفق در موسم جاری نامزدی ساکا همچنین برای صاحب شوی به عنوان بازیگر موسم در پریمیر لیگ انگلیا و بهترین بازیگر جوان موسم پیشبری شده است. من عادتاً خیلی خوشنودم. سخنهای زیادی بودند که من از دست می روم، ولی من اینجا هستم. فکر دارم برای قدم گذاری به پیش برایم این تیم موافق است. میخواهم بگویم که برای شدن بازیگر بهترین کلی چیزها را دارم و خوشنودم که اینجا هستم، زیرا من واقعا هم باور دارم که در آینده ما به نتیجه های بزرگ خواهیم رسید. گفته است بوکایو ساکا 21 ساله وقتی تمدیدکنی شرطنامه با ارسنال لندن. فکر میکنم ساکای جوان بعد تمدیدکنی رسمی شرطنامه با ارسنال سخنهای خوبی را به زبان آورد، ولی به نظر من دسته های به مثال بروسیا دورتموند و ارسنال کم در کم حالتها هر موسم به گرفتن عنوانهای قهرمانی در وطن نزدیک می شوند و با وجود چنین شرط و شرایطها اصلا بازیگران سالیان زیاد بی جایزه می مانند. سخنهایی که ساکا در مورد باوری با آینده بزرگ ارسنال گفته بود، ما از چنین سخنها را یک زمان هری کین وقتی تمدیدکنی شرطنامه هر مورد درباره تاتنهام گفته بود، ولی چطور می‌بینیم یکی از بهترین فوتبال بازان بهترین انگلیا پیر شد و هیچ جایزه نگرفت. میترسم که چنین تقدیر تلخ ساکا را نیز دامنگیر نشود. در سطح ارسنال هرچند که کوشش میکنند که بازیگران نادر خویش را حفظ کنند، چلسی لندن باشد اخیراً مربی نوآورد و این نفر هم چطور پیشتر گفته میشد ماوریسیو پوچتینو می باشد. فابریزیو رومانو هم صدا بلند می کند که ماوریسیو پوچتینو رسما سرمربی تیم فوتبالی چلسی تعیین کرده شد. شرطنامه کاری که ماوریسیو نوشته کرد تا ماه ایونی سال 2026 مهلت داشته کاری خویش را باشد متخصص 51 ساله از هفته جاری آغاز می کند. اگر به کار پوچتینو در انگلیا یک نظر کنیم، مربی آرژانتینی در وطن فوتبال تیم‌های ساوثگمپتون و تاتنهام هاتسپور را تمرین داده است و با تیم لندنی حتی تا فینال لیگ چمپیونها هم رسیده بود. بعد خریداری سرشماری تود بولی، چلسی باید که در موسم نو موقع ناراحت 12 را به زودی ترک نماید و برای جایزه ها مبارزه برد. مالک پیشینی چلسی نیز مربی ها را تست عوض میکرد، ولی بولی باشد در دوام یک موسم الکی سیومین مربی را به تیم دعوت کرد. به قول مردم این میلیاردر از حد زیاد گذراند. ما که پیوسته از درخشانی فوتبال در اروپا میگوییم، ولی باید اعتراف کرد که در جهان کهن هستند فوتبال بازان آسیایی که فوتبال اروپا را به قول گردان میکنند. اینجا میتوان از ژاپنی های با مهارت به مثال کاورو میتاما از برایتون، تاکیهیرو تامیاسو از ارسنال و ژاپنی های قدرتمند بوندسلیگ آلمانی را با وقار گفت. دوام بخش سخن ما هم سری ژاپنی فوتبال آلمان خواهد بود که از اینتراخت فرانکفورت لبی ماین تابستان به پول به صف میلان میپیوندد.
اینجا گپ سری دایتی کامادا می رود که با میلانی ها شرطنامه 5 ساله امضا خواهد کرد. نیم حمایتگر 26 ساله منتخب ژاپن با راسانری ها شرطنامه 5 ساله نوشته می کند و شرطنامه فعلی او با تیم آلمانی باشد سنه 30 ایونی سال جاری انجام می‌یابد. طبق معلومات سپورت وان دیه در رقابت بر کامادا میلان از اتلتیکو و بروسیا دورتموند پیشگذشته توانست در 32 بازی‌های موسم جاری بوندسلیگا باشد. در حساب کامادا 9 گل و 6 پرتافت گلی است. ببینید توجه نسبت بازیگران ژاپنی چطور به روشنی احساس می‌شود در اروپا بزرگ است و برای نمایندگی از فوتبال آسیا این علامت نظر است میباشد. ولی کی میرسد آن روزی که برای فوتبال بازان تاجیک هم در اروپا نیو حداقل میان تیم‌های میانه حال فوتبال آسیا دست به گروگانگیری شود و اگنت فوتبالی ترکیه نشین ما کواتلاپور هم از سرکاری وقت سرخوری پیدا نکند. لوچانو اسپالتی باشد بعد از آنکه امید 33 ساله قهرمانی دسته ناپولی را عملی ساخت با پرزیدنت باشگاه ناپولی د لاورنتیس با قول 7-8 کرد و اکنون از دسته شهر نیاپل آرامانه کنار می رود. در این باره خودی پرزیدنت مویلب سفید ناپولی رسما به همگان گفت اسپالتی انسانی آزاد است و زمانی که میگوید به نظرم او نتیجه مکسیمالی را نشان داد و باید از کار به استراحت برآید. باید به درستی او را جواب دهیم. شرطنامه او باز هم 1 سال دیگر مهلت داشت اما اسپالتی خواست که از دسته کنار رود. من هم هیچ کاری را کردن نمیتوانستم و با اظهار تشکری برایش جوابی خیربادی گفتم. اون نزد من آمده گفت که کلی نیرویش را صرف کرده است. خلاص این مرحله هم پایان یافت. اظهار نموده است پرزیدنت باشگاه ناپولی اورلیو د لاورنتوس برای تمپو چفرا. اگرچه مالک ناپولی از خانه‌های صلح‌آمیز میگوید ولی پیشتر رسانه‌ها از جنجال و ناراضگی‌ها میان جانب‌ها میگفتند و این هم باعث رفتن اسپالتی شده است. خلاص که بعد رفتن اسپالتی هم دیگر هیچ کس قهرمانی را از ناپولی گرفته نمیتواند ولی از یوونتوس باشد اگر در کار شود باز هم میتوانند خولهایش را بگیرند. یک مطلب دیگری را اطراف بارسا قهرمان پیگیر میشیم. هرچند که سخنها سری توجه ریال نسبت فیرمینو هم زیاد باشند ولی بارسا در مورد گزارش روبن نیوش با جانب وولفز بر عوض 30 میلیون یورو به موافقه رسیده است و به سمت انگلیا میتواند باز فاتی را روان کنند. کاتالانیا در مورد گزارش بازیگر پرتغالی وولورهمپتون به موافقه رسیدند و بر زمین نیم حمایتگر یک زمان به فکر مخلصان بارسا مسی مانند این تیم انسو فاتی به انگلیا مهاجر می شود. اطلاع می دهد نشریه آیس با تکیه به معلومات ابولا. انتظار می رود که گزارش می تواند روزهای نزدیک عملی شود. نیوش به قول عوض کننده سرجی بوسکتس خواهد بود، نفری که صفی بولاگرانا را با انجام موسم جاری ترک میکند. پیشتر باشد خبری رسید که بارسا با نیوش در مورد قرارداد 4 ساله به موافقه رسیده است. عوض کنندگان بوسکتس و آلبا در بازار به زودی پیدا کرده توانستند ولی اگر در میدان هم این نفرانی دستان را به خوبی عوض کنند عالم گلستان می شود. در صورتی برعکس باشد باز هم ماتم نارنجی پوشان ما را انتظار است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.